بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد وطهر قلوبنا من الكذب والنفاق والرياء والدجل، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که صحت و سلامتی و موفقیت همیشه قرین حال شما عزیزان و بزرگواران باشد. با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های قلب آسیا محضر شما عزیزان هستیم و امیدوارم که با بزرگواری خودتان تا آخرین لحظه از لحظات این برنامه با ما بوده باشید. و اجازه شما عزیزان در آغاز این برنامه خدمت کارشناس برنامه و مهمان این برنامه از سلسله برنامه‌های قلب آسیا جناب دکتر احسان الله مبارز هم عرض سلام و ادب دارم و به ایشان خوش آمدید عرض میکنم. جناب دکتر سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند بوده باشید شما و تمام بینندگان عزیز. الله تبارک و تعالی سپاسگزاریم که بار دیگر به ما فرصت عنایت فرمود تا در خدمت شما و در خدمت بینندگان عزیز در یکی دیگری از سلسله برنامه‌های کشف یا پرده برداری از نقاب‌های، یعنی مثل نقاب‌های افراد دوروی و یا چندروی، نه تنها دوروی بلکه چندروی با شما هستیم. از الله تبارک و تعالی مسئله داریم تا با ما توفیق عنایت کند تا در خدمت این مسئله و در خدمت دین مبین اسلام موفق و کامران بوده باشید. تشکر جناب دکتر. تشکر. همان گونه که جناب دکتر اشاره کردند در این برنامه و انشاءالله چند برنامه دیگر پیرامون یا زیر عنوان بزرگ چهره های پشت نقاب صحبت خواهیم کرد و همان گونه که در برنامه گذشته و جلسه گذشته خدمتتان عرض گردید زیر این عنوان میپردازیم به نقاب کشیدن و چه افشا کردن چهره هایی که در پشت نقاب و چندرویی و تقیه خود را مخفی و پنهان کردند و خود را در ظاهر به ملت مسلمان افغانستان و دیگر ملل جهان افراد دلسوز و افراد موحد و گویا شخص و فرد جلوه میتن که از اسلام طرفداری میکنن و از وحدت اسلامی و از اخوت و برادری میان گروه های اسلامی طرفداری میکنن، اما حقیقت چیزی دیگری است که ما تلاش میکنیم که در زیر همه عنوانی که عرض شد خدمتتان چهره‌های پشت نقاب از حقیقت این گونه افراد پرده برداریم و حقیقتشان را به جامعه و به افرادی که فریب این گونه دجالان را خورده اند حقیقت از اینها ظاهر و آشکار شود و پرده از چهره اینها و نقاب از چهره اینها برداشته شود. در برنامه گذشته زیر عنوان چهره های پشت نقاب بحثمان را در ارتباط به شیخ آصف محسنی که در افغانستان داعیه دار وحدت و اخوت و گویا یک چهره معتدل از شیعه و رافضیان خود را جلوه داده، از چهره ازی و از حقایق ازی پرده برداشتیم و به گوشه از باورهای این مرد اشاره کردیم و البته این اشارات ما یا این صحبت هایی که در این برنامه میشه برگرفته شده از کتاب های خود این مرد و از نوشته های خود این مرد است. چیز نو ما برای شما عرضه نمی کنیم، فقط چیز نو که از خلال این برنامه برای شما عرضه میشه کشف نقاب و
بیان کردن یا برکشیدن نقاب و پرده از چهره این مرد است که این مثلا در سخنرانی ها و در صحبت های عمومیش در مناسبت های مختلف چی میگه و در بطن کتاب هایش عقیده اصلی خود افشا میکنه. خب عزیزان گرامی، در برنامه گذشته و در جلسه گذشته عقاید و باورهای محسنی را در ارتباط با صحابه کرام به خصوص خلفای راشدین بیان کردیم و بخش از این بحث باقی مانده بود که انشالله در این برنامه پیگیری خواهیم کرد و ما میخوام فقط نقاط که در برنامه گذشته روی آن صحبت شد اشاره کنیم که یکی از محورهایی که رویش در برنامه گذشته صحبت شد این بود که محسنی در کتابهای خود از جمله کتاب مشهورش البته کتاب صراط الحق است که به زبان عربی ترجمه شده، اصل همه بدبختی ها و اختلاف و گفته خودش چند دستگی و تشتت و پراکندگی مسلمان ها را نسبت میده به ای که به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیعت شده و از فرمان خدا در این کار به گفته محسنی در این بیعت از فرمان خدا سرکشی شده که فرمان خدا به گفته محسنی ای بوده که باید به ائمه معصومین که در رأسشان اینها حضرت علی رضی الله تعالی عنه را قرار میتن با آنها باید بیعت میشد و این موضوع را در جلد اول کتابش صراط الحق در صفحه 16 و 17 بیان کرده که در برنامه گذشته بیان شد و همچنین محور بعدی که رویش صحبت شد در برنامه گذشته ای بود که به قول محسنی نصوص ارتداد صحابه، البته باز هم تکرار میکنم به قول محسنی نصوص ارتداد صحابه مصداق خارجی ندارند، میگه جز به بیعت ابوبکر و ترک امامت بلافصل علی که این هم در جلد سوم کتابش صراط الحق در صفحه 173 و 174 ذکر شده و محور دیگری که در برنامه گذشته باز هم رویش صحبت شد لعن صریح ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بود که هیچ مسلمان قبول کرده ای را نمیتونه و به خصوص آنهایی که فریب آخوند خوردن از حقیقت ازی بیخبر هستند که چون بعدا ما انشاءالله در خلال برنامه توضیح میدیم که در کتابایش چگونه از صحابه و از خلفای راشدین یاد میکنه و البته به صورت تلبیسی. محور بعدی گفتیم که لعن به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بود که این فرد گفتیم به دروغ به یکی از کتاب‌های اهل سنت حواله داده و این بحث هم در جلد سوم کتاب صراط الحق صفحه 197 ذکر شده و در برنامه گذشته پیرامونش صحبت شده و انشالله در این برنامه همچنان بحثمان پیرامون دیدگاه ها و باورهای محسنی و عقاید محسنی در ارتباط به خلفای راشدین و صحابه ادامه خواهد داشت و ما فکر کنم بحث از اینجا آغاز میکنیم که انشالله جناب دکتر طبق آنچه که در کتاب جنگ در تاریکی محسنی و در کتاب همبستگی اسلامیش ذکر شده این مرد یا این آخوند بارها از احترام به صحابه، از احترام به بزرگان طرف مقابل و داشتن حس همپذیری حرف میزنه و تاکید میکنه به الفاظ مختلف و همچنین در کتابش مثلا کتاب وحدت اسلامی امر تکرار میکنه که باید ما بزرگای یکدیگر را بپذیریم و به ایشان احترام قائل شویم. اما در حقیقت میبینیم که ما در کتاب صراط الحق که انشاءالله باز پیاپی نشان داده خواهد شد، در کتاب صراط الحقش در برنامه گذشته جناب دکتر در صفحه 173 و 174 و 197
نمایش دادیم که این مرد واضح و صریح و پوزکنده به اصطلاح مردمی ما در افغانستان به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لعن میفرسته و ایشان را مرتد خطاب میکنه. یعنی سوال اینجاست که از یک طرف میبینیم که ادعای اخوت و برادری و تقریب و از همپذیری را سر میته و میگه باید ما به طرف به صحابه احترام قائل شویم، به بزرگای طرف مقابل ما احترام قائل شویم، و از طرف دیگه خیلی ها صریح در کتاب صراط الحق به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه اول و خلیفه دوم مسلمانان لعن میفرسته و ایشان را مرتد خطاب میکنه. میخوایم که بفهمیم که چگونه بین این دو قول جمع میکنه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين وبعد. قسمی که به همگان هویداست موضوعی که در نزد تشیع، اگرچه آقای مسینی در بعضی کتابهایش انکار کرده که این وجود نداره در کتابهای ما، یا اینکه به شکلی که طرح میشه و به اون شکل وجود نداره، اما روایات و کتابهایشان نزد تقیه جزئی از نوعی برده دینشان هست. یعنی تقیه دروغ. و آقای مسینی هم در جای از کتاب خود مشرعة بحار الانوار یادآور میشه که اگر دروغ بر خلاف حق نباشه، برای تایید حق باشه، یعنی برای تایید مذهب بوده باشه، حق خلافی از اون نبوده باشه، اشکال نداره که روایت بسازی. او را هم وقتی که در مبحث های بعدی که اگر فرصت یافتیم در مورد انتقادش بالای صحابه و روایت صحابه به بینندگان عزیز نشان خواهیم داد که چی میگویه و راجع به صحابه چی، روایت صحابه چی نظر داره. خب به هر حال یک موضوعی عام هست، موضوع تقیه هست که به همگان هویدا هست. موضوع دوم با دور از ناحیه تقیه و یا مردم فریبی محض، شاید موضوع جناب محسنی اینجا خیلی صریح هم بوده باشه و واقعی هم باشه، چون خودی آقای محسنی ایره بیان کردن که خلفای راشدین به چی عنوان قبول دارن، یا صحابه کرام به عنوان یک گزاری تاریخی، یک جریانی تاریخی میگن ما میپذیریم. یعنی گویایی که بله ما میپذیریم که کسی به نام خلیفه اول و خلیفه دوم بوده و وجود داشته و این مسئله شده، اما این که ما اینها را به حیث خلفای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول میکنیم یا نمیکنیم این بحث دیگر است. خب این حرفا جناب دکتر وقتی که ما میگیم که جناب محسنی اینطور یک حرف میزنه، چون بیننده ما منتظر است و انتظار داره که ما مستند باید نشان بدیم، چون میگه شاید شما ادعا کنین این حرف نزده محسنی. این حرفی ساده و عادی هست که میشه که از جناب محسنی در اینجا ما به نمایش بگذاریم. خب رفیق جان عزیز اگر میشه کتابی که جناب دکتر نمایش میتن اگر کتاب جنگ در تاریکی، جنگ در تاریکی، شیعه و سنی چی فرقی دارن؟ چی فرقی؟ خب از این کتاب چی میخوای؟ اصلا از این کتاب محمد آصف محسنی در این کتاب ما همین مسئله را میخوایم چیز بکنیم، ساده ترین مسئله ای که یعنی صحابه را که در چندین جای همین کتاب گفتن، نه در حالی که هدف از این کتابش شاید این باشه که گویی که فرقی بین ما نیست. بله، وحدت شیعه و سنی خیلی با لحن نرم و با لحن ملایم و با لحن اخوت و برادری کتابش فکر کنم که چندین جاهایی گفته که ما با صحابه با خلفای راشدین ارزش قائل هستیم، اونها را ما میپذیریم، شیعه ها اونها را قبول دارن، اما جای توضیح میدن که به چی عنوان اونها را قبول دارن. ما او را میخوانیم که به چی عنوان قبول دارن، یعنی به عنوان یک افراد محترم و گرامی یا به عنوان یک جریان تاریخی. فردن اگر آدم خب بفرمایید جناب دکتر. یعنی اینجا ذکر میکنه، میگوید ثانیاً اگر کتاب درست جناب دکتر به خاطر از اینکه بیننده درست بینندگان عزیز اگر اینجا ذکر میکنه ثانیاً اگر از گرد و غبار تعصب بیرون آییم
میبینیم شیعه خلافت خلفای راشدین را انکار نمیکنند و همه آنان معترفند که مردم پس از وفات خاتم المرسلین صلی الله علیه وسلم به جناب ابی بکر رضی الله تعالی عنه بیعت کردند و سپس به خلیفه دوم و بعد به خلیفه سوم و آنگهی به خلیفه چهارم. و اساساً این موضوع از واضحات تاریخی و قابل انکار هم نیست. اینجا نقطه از واضحات تاریخی، این نقطهش خیلی فکر کنم که مهم است و خیلی میخواد تلبیس بکنه از در اینجا. میگه این موضوع از واضحات تاریخی است و قابل انکار هم نیست. و اهل سنت هم در اینجا بیان میکنه، اهل سنت هم موضوع خلیفه تعیین شدن ابوبکر رضی الله تعالی عنه را از جانب الله تبارک و تعالی به فرمان الهی نمیدانند. پس چی؟ پس بنابر این مدعای سنیان از جانب شیعیان انکار نشده است و نمیشود. اهل سنت از این جهت نباید نگرانی داشته باشند. اینجا میخواد جناب دکتر قبل از اینکه شما توضیح بدین فکر کنم که روی کرد و منهج و شیوه چیزی عزیز که میخوای مردم های عادی محصلین و حتی یک تعداد از چیز فهمای ما را ما با همین عبارات بسیار خیلی واقعا اگر کسی دقیق متوجه شه خیلی تلبیس واضح و روشن وجود داره، میخواین فریب بده. بله توضیح میده در اینجا که به چی عنوان میپذیره شیعه یا که آقای محسنی و شیعه ها خلافت خلفای راشدین به عنوان یک جریان تاریخی. در این کتاب دیگرش هم که به نام وحدت الامه الاسلامیه است. وحدت الامه الاسلامیه به قلم محمد آصف المحسنی. این در حقیقت ترجمه برگرفته از این کتاب هست با تعدیلات، با تعدیلات همبستگی اسلامی و دشمنان آن، چیز بسیاری مطالبش از این کتاب گرفته، اما عین این کتاب نیست. اضافات در او هست و نقص زیاده در او هست که در این نیامده. و جالب اینجا هست که برای بینندگان در این کتابش که هست کتاب های مطبوعه صراط الحق 3 جزء در ذکر شده، در خلاف همین کتاب ذکر شده در پهلوی کتاب های یعنی شما جناب دکتر از این اشاره که به صراط الحق اشاره کردین میخواین ایره بگین که یعنی اگر که کسی که اهل تحقیق باشه، اهل دانش باشه، اهل مطالعه باشه، باید هر دو کتاب از زیر مطالعه کنه، ببینه که در این کتاب چی میگه، چه ادعایی میکنه، چه دروغهایی را میگه، و در کتاب دیگه کاملا در تضاد و در مغایرت با این کتاب چیزهایی می‌نویسه. یعنی همین کتابی که در این چیزها را میگه در خلاف او نام این کتاب هم پذیرفته. کتاب دومی هم که شاید احیانا ما با او بپیچیم، بحوث فی علم الرجال، بله، به شماره 30 از این کتاب هم نام برده، بحوث فی علم الرجال، در ضمن کتاب‌هایش که به چاپ رسیده. بحوث فی علم الرجال. بله. و از اون کتاب دیگری که در دستمان بود قبلا از او خواندیم، از او هم نام برده به شماره 21 شیعه و سنی چی فرقی دارند. شیعه و سنی چی فرقی بله. دارند؟ این کتاب های مجموعی همین انسان هست، اگرچه در اینجا به حساب مؤلف چیزی در این نه کمیسیون فرهنگی حرکت اسلامی نوشته نام خودش اینجا. خب ممثل رهبر در عموم کتاب‌هایش در آخر صراط الحق که فهرستی کتاب مؤلفاتش ذکر میکنه، در کتاب دیگه بحوث فی علم الرجال که مؤلفات خود ذکر میکنه، در عموم جاهایی که مؤلفاتش ذکر میشود این کتاب‌ها همه کتاب‌های خودی از او هست، یعنی نوشته خودش هست به نام خودش. یعنی اینجا گویا تندتر نوشته در کتاب هم. نه اینجا تلبیس کرده، گویا همین کتاب به نام خودش نشر نکرده، به نام کمیسیون فرهنگی حرکت یعنی اگر گویا این که برخی حرف‌های که در او تناقض وجود داشته باشه علیه از او ایراد گرفته شده، بگه که خب من از کتاب اطلاع ندارم و کتاب من ننوشتم. بله، چون این به حساب همبستگی هم نوشته و نقد کتاب چیز هست. خب در این کتابی دیگری که وحدت الامه الاسلامیه هست، در این یادآور میشه و وقتی که صحابه رفیع جان اگر صفحه 44
یعنی همین کتاب وحدت الامه الاسلامیه صفحه 44. بله درست نمایش بدین جناب دکتر اگر چون بیننده من انشالله واضح هست. بله در این بالا وقتی که صحابه را تقسیم میکنه به 3 دسته، عقیده شیعه درباره صحابه ای هست که اونها 3 دسته تقسیم هستن: عدول، مجهول و مجروح. بعضی هایش عادل هستن، انسان های خوبی هستن، بعضی هایش مجهول هستن و بعضی هایش مجروح. خب مطلب دیگری در اینجا ذکر میکنه و در شماره 5 که ما با او بعداً میپیشیم که آیا چی تفصیل دارد، از جمله مجروحین کیها هستند، میگه که من خلیفة رسول الله صلی الله علیه و سلم. از موارد اختلافی بین اهل سنت و اهل تشیع است که خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کسی هست. يعتقد اهل السنه ان الخلافه انتقلت بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الخلفاء الراشدین. عقیده اهل سنت می هست که خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به خلفای راشدین انتقال کرده. بله. که آنها ابوبکر و عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان روضا گذاشته اینجا و علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته. دیگر خب روی بحث نمیکنیم، او واضح هست عقیدهش. خب عقیده شیعه است که خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ائمه انتقلت الى الائمه الاثني عشر من آل الرسول صلی الله علیه و سلم. صحیح شد؟ بله. خب میگه این بزرگترین اختلافات هست. بعد از او هم عین همون مطلبی را که اونجا یادآور میشد، عین همون مطلب را یادآور میشه که میگه اگر ما ولکن لو صددنا انفسنا عن الاحاسیس والعواطف، اگر ما از احساسات و عاطفه کار نگیریم و دور برویم و از عقل و منطق استفاده بکنیم، میتونیم که اختلافات تخفیف بیاریم. چگونه؟ نعم. يقول أهل السنة أن الناس بايعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر بوصية من أبي بكر الخليفة الأول. خب میگن که اهل سنت نظرشان این هست که مردم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به کی بیعت کردن؟ به ابوبکر صدیق. بله. سپس به عمر رضی الله عنه به وصیتی کی؟ به وصیت حضرت ابوبکر. سپس عثمان رضی الله عنه با واسطه شورای ششگانه‌ای که از جانب عمر رضی الله عنه تعیین شده بود و در میان از آنها علی و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه بود. بله. اینها بودند. توسط شورای از اینها عثمان رضی الله عنه خلیفه تعیین شد. بعد از اون علی رضی الله تعالی عنه ثم انتخب علی علیه السلام ببیعة الناس قاطبه. اینجا یک نکته چیز هست، یعنی گویا ابوبکر رضی الله تعالی عنه با بیعت همه مردم قبول نشد، حالا که علی رضی الله تعالی عنه تا به آخر عمرشان یک تعداد زیادی از چیزها بودن که صحابه مخالفت داشتن و یک تعداد دیگری چون سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه و عبدالله بن عمر رضی الله عنه و اونها خلافت اونها را پذیرفته بودن. اما یعنی شما میخواین این نکته رو بگین که جناب دکتر که حقیقت تاریخی همی است که یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اینها بنا به بیعت غالبیت، یعنی اینها با بیعت تمام مسلمان ها به شمول علی رضی الله تعالی عنه اینها خلیفه تعیین شدن و خلیفه مسلمان ها بودن. بله. اما در خلافت علی رضی الله تعالی عنه تعداد مخالفت ورزیدن که اما این عکس می بیان میکنه که اونها را جناب محسنی در جمله کافرها کافرترین ها میدانه، با او حساب اونها را حساب نکرده. به هر حال باز در مبحث خودشان که مربوط به اونها میشوه خواهیم پیچید. میگه و هذا الزعم من اهل السنه صحیحون. حالا که زعم اخیرش غلط است از خودش، میگه این گمان اهل سنت درست است. حرف خودش اضافه میکنه، میخواد باز تلبیس کنه. خب بعد از اون میگه و این گمان اهل سنت درست هست و ثبت ذلك تاریخیاً، از لحاظ تاریخی ثابت هست که اول ابوبکر خلیفه بود، باز عمر بود، باز عثمان بود، باز علی رضی الله تعالی عنهم. فلا مجال لانکاره و المناقشه فيه. از لحاظ تاریخی راه برای اینکاری و بحث پیرامونی اون نیست، چون مثلا تاریخی هست قابل مناقشه و قابل بحث نیست و نحن نقبل ذلك. ما این را قبول داره. چرا؟
همین جریان تاریخی را قبول داریم. فیجب ان یرضى اهل السنة من الشیعه، پس لازم است که اهل سنت از شیعه راضی باشه به قبول زعمهم، که ما گمان از اونها را ما قبول کردیم. و هو الخلافة فی الحکم بوسیله البیعه، و اون خلیفه شدن در حکمرانی، خلیفه حکمران تعیین شدن توسط بیعت برای ابوبکر شد، برای عمر، باز برای عثمان، باز برای علی. ما این را میپذیریم. منتها اشکال در چی هست؟ بیعت باید توسط چیز خلافت توسط فرمان الهی و امامت الهی بود، باید به او شکل میشد. اما تاریخی توسط بیعت شد. این چیز جریان تاریخی را میپذیریم. باید اهل سنت از این پذیرفتن ما چی باشه؟ راضی باشن. فیجب ان یرضى، فرض هست، واجب است که اهل سنت راضی باشن که ما ایگمانشان را پذیرفتیم. گویا این که به اهل سنت توجیه میکنه یا با مردم که میگه که روس‌ها میپذیرن که ما بالای افغانستان چی کردیم؟ حمله کردیم. پس باید مردم افغانستان راضی باشن که ما پذیرفتیم که بالای اونجا حمله کردیم و افغانستان دو دهه بمباران کردیم. امی که روسیه اعتراف میکنه، امی که شوروی اعتراف کرد که ما بالای افغانستان حمله کردم، نباید دیگه مردم افغانستان باید قدر چیز نباشن. باید ما تاریخ پذیرفتیم دیگه. تاریخ پذیرفتیم. نیاز نیست که دیگه شما اینا باز به علیه ما چیز کنین، مقاومت بکنین یا که چیز بوده باشه. یا امریکا در بمبارده های خود، یا اسرائیل میگه اعتراف داره که ما در اول در این وطن نبودیم، آمدیم. فلسطینی باید به این اعتراف ما راضی شوند، یعنی علیه ما مقاومت نکنن. خب پس در اینجا میپذیره اینجا دو جریان هست که یعنی گویایی که ما امی جریان تاریخی را وقتی پذیرفتیم دیگه شما اینقدر پررو نباشین، باید امامت و این مسائل و چرندیات ما را باید بپذیرین. من باب اولا راضی شویم، راضی باشه دیگه. هر آنچه که گفتیم چیزی که باور دینی ما هست، مسئله جداگانه هست. خب ما در اونجا چیز میکنیم که درست هست که شما به عنوان جریان تاریخی پذیرفته. سوال در اینجا میگه که جریان تاریخی میپذیره و بر جریان تاریخی یک امری واقعی او را احترام میگذاره که یک امری واقعی بوده، حادثه تاریخی را و تاریخی بودن این جریان، راست بودن این واقعه احترام میگذاره. یعنی هر میگه که عجیب است. یعنی سبحان الله، این آدم میخواد طور بفهمه که خب آفتاب است، آفتاب هر کس میپذیره که نمی آفتاب اینم خلاص طلوع کرد، درخشید، آفتاب است. این قابل انکار نیست اصلا. خب پس در اینجا از میگه که ما احترام میگذاریم به این که این جریان بر راست بودن این جریان تاریخی ما احترام میگذاریم. در کتابی که نوشته شده، در تاریخ شده، ما قبول داریم. کسی که میگه که این واقع شده ما او را میپذیریم که واقع شده، بله، او را دروغگو قرار نمیدیم که چنین چیزی واقع نشده. خب بعدش جناب دکتر، خب پس مشکل در چی هست؟ این جریان تاریخی را به عنوان چی بررسی میکنند از لحاظ دینی؟ مثلا مردم افغانستان میپذیره که روس بالای افغانستان حمله کرد، درست؟ بله. مردم فلسطین میپذیره که اسرائیل بالای فلسطین آمد، توسط بریتانیا و اونها مستقر شد و مردم فلسطین را از اینها کوچ داد و قتل عام و چیزها کرد. مردم سوریه میپذیره که ایران و روسیه و امریکا، اسرائیل یک دست شده، اونها را بمبارد میکنن، طفلی از اونها را، خانه های از اونها را، کشتزارهای اونها را، زنها و مادرها و دخترها و همه چیزهای از اونها، هر آنچه که برایشان مناسب بود بدونی در نظر داشت هیچ نوع معیاری حیوانیه، نمیگم معیار انسانیه، معیاری در نظر داشت هیچ معیار حیوانیه، بمباردمان کرده با استفاده از پیشتازترین اسلحه ممنوع الاستعمال در جنگ‌ها از سوی خود امین نظام‌ها. اینها را قتل عام میکنن، کشتار میکنن، بمباردمان میکنن. مردم سوریه ایران
میپذیره به عنوان یک جریان تاریخی. اما نکته در اینجاست که مردم سوریه راجع به این جریان تاریخی و واقعیت حال بله چی دیدگاهی داره؟ راجع به این چی دیدگاهی داره؟ و مردم افغانستان برای تقریب. اما جناب دکتر حالا میخوایم ببینیم که درست است که این آدم میگه ما به عنوان یک جریان تاریخی، یک واقعه تاریخی، یک رویداد تاریخی، خلفای راشدین، خلفای به خصوص حضرت ابوبکر و عمر و حضرت عثمان هم میپذیریم که اینمی واقع شده، قبول داریم که اینا خلیفه شدن. اما ای که عقیده ما چی است در این ارتباط هم چیزی اینا گفتن؟ بله، میریم در راجع به همون مطالبی که اجمالا در برنامه گذشته بیان شده بود هم این چیز را واضح میسازه. خب مثلا که اونها با بیعت، با کنار گذاشتن بیعت ابوبکر علی رضی الله تعالی عنه و بیعت با ابوبکر رضی الله تعالی عنه چی شدن؟ همه کافر شدن، مرتد شدن و از دین حسب قول محسنی برآمدن. اما بر علاوه از او چیزهای متعدد در همین کتاب دیگری از کتاب رفیع جان نمایش بتینی. کتاب چی است جناب دکتر؟ مشرعة بحار الانوار. این مؤلفش تألیف آیت الله الشیخ محمد آصف. خب کمی کتاب بالا کنین که بیننده هم در 2 مجلد هست. آیت الله الشیخ محمد آصف المحسنی، این مجلد اولی کتاب هست و این هم مجلد جلد دومی کتاب هست و این هم جلد اولی. این کتاب در خب نقطه که شاهد جلد هست. این بالای بحار الانوار کی نوشته شده؟ مجلسی؟ بله مجلسی. چیزی ازی در افغانستان نوشته شده، چیزی ازی در قم نوشته شده، چیزی ازی هم در اسلام آباد نوشته شده، در جاهای مختلف در همین 2 دهه گذشته. در این چیزهای زیاده که راجع به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مواقفی که داره و راجع به او چیزهایی که بیان میکنه. مثلا در صفحه 30 همین کتاب، در صفحه 30 بله. خب رفیع جان نمایش بتین شما این. در صفحه 30 همین کتاب صفحه 29 هست. فصل في خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام احتجت بها على من غصب فدك منها. درست؟ خب اینجا مطلبی را ذکر میکنه راجع به خطبه بافتگی و دروغینی که به کی برمیگرده؟ به فاطمه رضی الله تعالی عنها. در ضمن او توهین به مهاجرین هست، توهین یعنی خطبه نیست اصلا، خطبه را نسبت میتن که خطبه را بافتن که میگه که بعد از اینکه غصب خلافت شد اون در خانه انصار گشته مدد طلب کرد برای علی رضی الله تعالی عنه، شوهرش به امامت ازی را باید که مدد کنن و اون به عنوان امام تعیین شود. اما چی شد؟ میگه که میگه که این جریان این قصه را که من خواندم از چشمانم اشک جاری شد. به خاطر چی؟ لتحقیرها من قبل السلطه. فاطمه رضی الله عنها از طرف حکمرانا تحقیر شد و اذلالها من قبل الانصار الاذلاء الساکتین. لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله. تعبیر محسنی هست، تعبیر منقول از کسی دیگری نیست، که از جانب انصار اذلاء، در حالی که خداوند چی میگه؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب میگه از جانبی از اونها خار شد و تذلیل شد بالاخره تا به این چیزهای دیگری که در اخیر ذکر میکنه. والذین تبوأوا الدار والایمان. بله. خداوند میگه ما ای لا حول ولا قوة الا بالله. اینجا راجع به چیز ذکر میکنم، میگه فوا عجبا. بعد از اینکه این مطلب ذکر میکنه میگه فوا عجبا من السلطة التي تصر على عنادها. پس چی جای تعجب است از سلطه و
حکمرانایی که تصر علی عنادها، بر عناد خود چی میکنه؟ اصرار میکنه. بله. ولم تراعی مصلحت آخرتها، مصلحت آخرت خود در نظر نگرفته، مراعات نکرده. و حفظ شؤونها فی امتداد تاریخ، و حفظ و پاسداری شؤون آخرت و یا شؤون السلطه خدا، اما حفظ و پاسداری نیکنامی تاریخ خدا بدون در نظر داشت اینا به این طور یک اقدام بکنن. بله. فبذرت و سقط بذرت التشیع، پس کیشت این عمل کرد، یعنی این هدف چیست که عمل کرده حکمرانا به گفته ازی، بله، باعث بروز تشیع شد. و سقط بذرت التشیع، این هم دانه های تشیع را به زمین انداخت و هم او را آبیاری کرد. گویا به این چیز میکنه که تشیع که به وجود آورده باشه ابوبکر رضی الله تعالی عمل کرد، یا گویا لا حول ولا قوة الا بالله. خب یعنی در اینجا به یک چیز اشاره میکنه که اصلا تشیع نبوده، دیدگاه تشیع نبوده، در اینجا در تقابل با او به وجود آمده. یعنی اصلی که بعضی ها احیانا دعوا میکنن که تشیع از اصل بود و تسنن فرع، او را باطل مثل که میگه که بعد خودش میگه و اجلت بنیانه و اساسه و شقت عصا المسلمین، عصای صف مسلمان ها و عصای مسلمان ها را شکست. و قسمتهم الى طائفتین، و اونها را به چند گروه تقسیم کرد؟ به دو گروه. و اشعلت النار بینهم الى یوم القیامه، و آتش در مابین از اونها تا به روز قیامت چی کرد؟ مشتعل ساخت. پس این میگه، این تمام این چیزها را میگه که با توهین در اونجا و در اینجا هم آخرت خود در نظر نگرفته و این همه فتنه ها را کی به وجود آورده میگه؟ خلیفه اول عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و یارانش. سپس در نکته بعدیش، در مطلب بعدی، یک خطبه دروغین از کتاب جالب به حساب همین کتابش برای بینندگان عزیز ذکر میکنیم، ورنه اینجا مطلب چیزی دیگر است، چون خطبه‌ای که ذکر میکنه کاملا بافتگی و دروغی خود همین جعل است، تصویر است. بله تصویر است. خب میگه و اعجب منه و افضع قول الخلیفه الحاکم بعد خطبه الزهراء، تعجب آورتر و شنیعتر، قبیحتر از این کردار قبلی، گفتار خلیفه حاکم، یعنی مطلبش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از بعد از خطبه زهرا رضی الله تعالی عنها که او را کی ذکر کرده؟ ابن ابی الحدید عن احمد بن عبد العزيز الجوهری من علماء اهل السنه الثقات. ما در برنامه قبلی نشان داده بودیم همون جایی که از کی نقل کرده بود؟ شهرستانی، ملل النحل شهرستانی. در اونجا اخرجه گفته بود. بله، یک سطر در شهرستانی بود، باقی از همین کتاب خودش اضافه کرده بود. در آخر اضافه او که روایت دروغینه که در اون لعن به کی بود؟ لعن به ابوبکر و عمر، به کسایی که در لشکر اسامه رضی الله تعالی عنه شرکت جالب است جناب دکتر، اگر اجازه بدین رفیع جان اگر این نمایش بدین که اینجا آورده. خب امکان نداره چیز جان؟ خب من در روی صفحه من نمایش داده میشه. خب مثل ازی که میگن وصل نمیشه. خب جناب دکتر بفرمایید، با زیر من نشان میتم دوباره. پس در اونجا هم از همین آدم از خود چیز بالای که تقریبا 4 الی 5 سطر اضافه کرده بود بالای کتاب شهرستانی که اصلا در کتاب ملل النحل شهرستانی وجود نداره و در پایان نوشته بود انتها، اشاره تا به مردم تلبیس بکنه که این همه چیزها را از الملل النحل که اقتباس کرده شهرستانی، حالا اینکه چیزهایی که خودش
اضافه کرده، از خود اضافه کرده. خب اینجا هم احمد بن عبدالعزیز الجوهری میگه من علمای اهل سنت الثقات. حالا که این قسمی که شیخ البانی رحمه الله در سلسله ضعیفه بیان کردن و در عموم چیزها این اصلا در مصادر اهل سنت قطعا شناخته نمیشه و در مصادر اهل تشیع هم در کتب رجال اهل تشیع هم این یک شخصی مجهول است که به عنوان مؤلف کتاب السقیفه در کتاب‌های شیعه یا در کتب رجال شیعه یاد شده. و این درجه چی میگوید او را؟ خب چی معرفی میکنه او را؟ بله ایره به نمایش بگو. میگه من علمای رفیع جان نمایش بده جناب دکتر. من علمای اهل السنه الثقات، از علمای ثقه اهل سنت هست. ثقه چرا گفت؟ به خاطر که اصلا شیعه هست و اصلا در شیعه ها هم مجهول هست، معلوم نیست که چی کار است. خب توثیقش در اونها هم مجهول نیست، اما با دروغ به اهل سنت را نسبت میده و این چیزها زیاده داره. خب بعد در اینجا یک توهین از زبان ابوبکر رضی الله عنه راجع به کی ذکر میکنه؟ راجع به علی رضی الله تعالی عنه. ادامه بتین جناب دکتر تا به آخری از او و در آخر تعلیق خودی از او هست. پس در این موقف اولش در برای نمایش بده رفیع جان کتاب جناب دکتر نشان میتن. در صفحه 32 همین کتاب جناب دکتر کتاب درست چون صفحه 32 همین کتاب که با بالای بحار الانوار هست، یعنی مربوط به باب جلد 29 صفحه 417 باب 13 در کتاب در فتن و میحن بحار الانوار مطلب را ذکر میکنه که میگه اما علت سکوت امیر المؤمنین و عدم قیامه مع الخلفاء و قتاله فی خلافته مع الناکثین والقاسطین والمارقین. اینجا ذکر میکنه که موقف علی رضی الله تعالی عنه در برابر ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم باید همون می بود که موقفی که در جریانهای بعدی از او صورت گرفت. بله در جریانهای بعدی از او صورت گرفت باید با اونها می جنگید. لیکن چرا علتی از او را ذکر میکنه که باید چرا نجنگید؟ میگه علتی از این واضح است. فهي واضحه ولا يتحير فيها الا الغافلون ولا يتعلل بها الا المتعصبون المجادلون فإن عليا وأصحابه الثلاثة أو الخمسة لم يكونوا يقاومون من بايع الخليفة من الجماعات. میگه اصلا چیز مسئولیت کاری اصلی که باید علی رضی الله تعالی عنه میکرد چی بود؟ باید با ابوبکر مقاومت میکرد، علیه جبهه میگرفت و اونها را از بین میبرد، اما نکرد. چرا؟ میگه به خاطری که 3 تن یا 5 تن یا با او مانده بود. بس چند تا؟ 3 تن یا 5 تن و اینها در برابر جمع زیاده که با خلیفه بیعت کرده بودن چی نداشتن؟ توان نداشتن. پس اونجا جنگ نکردن، برخلاف جریان جمل و جریان با معاویه رضی الله تعالی عنه که افراد زیادی با او بیعت کرده بود، لذا توان جنگ با اونها را داشت. خود در اینجا میتونه که یکی از دوستای عزیزی ما بگویه که در اینجا که نگفته که حتما باید اونها را میکشت و این چیز سوال میکنه. بله ما در همین چیز صفحه گویا بعدیه که صفحه 34 هست. صفحه 34 اینجا موقفی که باید علی رضی الله تعالی عنه او را میگرفت و علی رضی الله تعالی عنه اگر دست میافت او را حتما انجام میداد. بله او را ذکر میکنه. نمایش بتین رفیع جان کتابه صفحه
صفحه 34 مشرعة بحار الانوار جلد دوم. اینجا بعد از اینکه مطلب را ذکر میکنه میگه که فلو قدر امیر المؤمنین، فلو قدر امیر المؤمنین، فلو قدر امیر المؤمنین على اخذ السلطه ولو بقتل الثلاثه لقتلهم من دون شک. یعنی میگه اگر امیر المؤمنین دست میافت به اینکه حکومت را به کشتن همون سه شخص کی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم. بله. اونها را کشته حکومت به دست می آورد، حتما او را انجام میداد. لقتلهم من دون شک. بدون شک اونها را حتما میکشت. ولو قاوم عملا لتحصيل حقه لقتله احد الثلاثه من دون توقف. اگر عملا مقاومت میکرد برای حصول حق خود، اونها او را میکشتن. پس به خاطر ای چی نکرد؟ مقاومت قیام نکرد. ورنه حق چی بود باید بالایش؟ حق بالایش باید ای بود که باید اونها را میکشت. دست میافت باید اونها را میکشت و حکومت به دست میگرفت. یعنی از دید محسنی بله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حکمش چی بود؟ باید تعامل با او چی میشد؟ خب مثل که در دیگه جایا میگه که مرتد. بله حکمش بود باید کشته میشد. و امیر المؤمنین اگر دست میافت حتما بدون شک میگه او را میکشت. بدون شک او را میکشت. یعنی این پیش رفته همین مطلب در این صفحه بیان میکنه و بعد از او در صفحه بعدی رفیع جان نمایش بده کتاب جناب دکتر. در صفحه 35 هست همین ادامه همین مطلب هست که در اینجا جناب دکتر اگر کتاب درست نمایش بتین چون در آخری همین مطلب خود وقتی که ذکر میکنه در میگه كل ذلك بين ومقطوع به من کتب اهل السنه و الشیعه. همه این چیزها واضح است. حتی این دروغی که در اونجا نوشته که عمر رضی الله تعالی عنه تهدید کرد که من خانه فاطمه را آتش میزنم. خب میگه ولا بد من تخطئه احد الطرفین. باید یکی از دو طرف چی شوه؟ خطایشان توضیح داده شود. یعنی خطاکار باشن. خب این مسئله عادی هست. یکی از دو طرف که اونهایی که سلطه را گرفتن و او که باید اونها را میکشت و با او دست نیافت. بله. یعنی این دو موقف باید یکیش تخطیه شود. والحکم ببطلانه و ببطلانش چی شود؟ حکم شود. و فسقه والحکم ببطلانه و چی است؟ و فسقه و باید که فسق او هم بیان شود. تنها اکتفا نمیکنه که باید تخطیه شود. یعنی اگر اهل سنت تنها و بگوین که اشتباه شده که فرزن اشتباه شده باید علی رضی الله تعالی عنه اول خلیفه میشد، خلاف اولا شده که ابوبکر رضی الله تعالی عنه چیزی میگه این کفایت نمیکنه. باید که شما حکم بکنید که اونها فاسق هم بودن. فاسق هم و فکر کنم او بما هو اعظم منهما، یا که از بطلان و فسق کرده بزرگتر هم باید فیصله بکنن. خب فیصله او خودش هم فیصله کرده جناب دکتر. اگر شما نو تقریبا 15 دقیقه پیشتر ذکر کردین مسئله ای که چه نظری داره درباره خلیفه اول و خلیفه دوم و حواله دادیم به کتاب. اگر احمد جان میشه نمایش بتی اگر لپتاپ مرا. خب این جناب دکتر اینجا واضح قول چیز میگه ما اخرجه شهرستانی و فی اوائل کتابه الملل و النحل و قال میه اینجا بعد از اینکه ذکر میکنه جناب دکتر ببینین چی میگه. و اما الاشخاص المتخلفین که اینجا به دروغ نسبت داده بود. بله اونجا که بله وقد اخرجه بله به شکل مبسوط از اینجا تا به انتها اضافه
جناب محسنی بالای کتاب شهرستانی هست. تمام این در کتاب شهرستانی نیست. کتاب شهرستانی پیش از او زمانی که مسائل اختلافی را ذکر میکنه میگه اختلاف دوم در این صورت گرفته. خب باز اینجا میایه نقطه که اینجا شاهد است و اما اشخاص المتخلفین فکثیرون و بینهم اکابر الصحابه، کسایی که در برنامه گذشته توضیح داده شد که اینها بنا به اجازه بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله وفات میکنن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حیث خلیفه انتخاب میشن، از اسامه اجازه میگیرن که باید حضرت ابوبکر صدیق که حضرت عمر فاروق در کنارشان باقی میمونن. اما اینجا می تلبیس میکنه میگه و اما اشخاص المتخلفین، کسایی که از جنگ تخلف ورزیدن، از لشکر و سپاه اسامه تخلف ورزیدن، فکثیرون بسیار زیاد هستند و بین اون اکابر الصحابه که در میان آنها بزرگ های صحابه هم وجود دارن. و لست ان اذکرهم، در صدد ذکر از اون نیستم و ذکر نمیکنم، فانهم معروفون، که معروف هستن و مشهور هستن، که در اونجا تلبیس میکنه که ما باید احترام کنیم با بزرگا و هم دیگر پذیری داشته باشیم و رعایت کنیم اخوت و برادری و یک پارچگی را میگه. فیا اخی، ای برادر، پس ای برادر، این الملعون من العادل، این الملعون، ملعون از عادل کجاست؟ یعنی اینجا هدفش است که ملعون حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه گویایی که ملعون است و از عادل کجاست، یعنی عادل کجا و ملعون کجا؟ و این المرتد من المسلم، یعنی حضرت گویایی که حضرت ابوبکر صدیق مرتد شدن، پس انسان مرتد کجا و مسلمان کجا؟ خب جناب دکتر بفرمایید. خب این چیزهایی که از حد توهین هست تعدادی از او یعنی زیاد هست. ما انتقال میکنیم به موضوع دیگری که باب مستقل هست در اما اگر قبل از اینکه با باب مستقل دیگر جناب دکتر ما بریم، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه که اگر در این میان برنامه یک دقیقه اول ما این مطلبی او را یادآور شویم، بعد از او به میان برنامه انتقال بکنیم تا با اون مرتبط هست. اینجا ذکر میکنه، اگر به نمایش بگذارین اینجا هست الباب. جناب دکتر اگر کتاب مقابل مانیتور درست تنظیم کنیم چون بله. الباب 20. بله. بابی 20 از بحار الانوار 145. بله. در این بابی 20 چرا نقاط گذاشته؟ چرا نقاط گذاشته؟ یعنی هدف داری چرا عنوان کامل ننوشته؟ بله. خب ما این رو میخوانیم، بعد از او چیز است. میگه که در این 172 روایت هست، فیه، در این 172 روایت هست، بلکه بیشتر از او، و این شاید بزرگترین باب در بحار الانوار بوده باشه و مخصوصا دو باب بعدی هم مربوط به همی هستن. میگه اکثر روایاتش، بعضی روایاتش معتبر هست و این اقل هستن، کل مذکوره به ارقام 47 110 130 134 136 و 141. این روایاتش که در این باب آمده چی هستن؟ بله. معتبر هستن. خب دیگرایش میگه غیر معتبر هست، اما این روایتش معتبر است. بعد از کلیپ برنامه میریم که این روایت چگونه هستن. خب پایان بیاییم. اینجا میگه لكن كثرة الروايات، لكن كثرة الروايات كثرة الروايات تكفي لما قصده المؤلف المتتبع من عقد الباب. کافی هستن برای چیز مؤلف اثباتی آن چیزی که مؤلف قصدی او را داشته. مؤلف متتبع مطلبش مجلسی هست، صاحب بحار الانوار. از عقد این باب اینجا عنوان گذاشته، مطلبش از او هدفی که داشته این روایت کافی هستن برای از او. والله الموفق للصواب و الله توفیق دهنده به راه درست است. یعنی اینجا به چی معنی هست که محسنی بله این باب چی میکنه؟ تأیید میکنه و میگه این باب مطلب و مفهوم این باب چی هست؟ بله
درست هست. حالا خب اگر چه بهتر است که جناب دکتر در ارتباط به این موضوعی که ذکر کردین میان برنامه هم اگر کلیپ شماره 6 باشه تا با موضوعی که جناب دکتر ذکر کردن یک ربط منطقی داشته باشه، چه بهتر است که احمد جان اگر کلیپ شماره 6 نشان بدین و نمایش بدین. در کتاب بهارالانوار یک باب کاملی رو زده، شاید بشه گفت که یعنی بزرگترین باب هست در این جلد، باب کفر و نفاق ابوبکر و عمر و عثمان. درست. دوستان عزیز این طرح جلدش هست، این صفحه بعدیش جزء به اصطلاح جلد 29 این کتاب، چاپ سال 2008 میلادی 1429. و در کدوم کشور چاپ شده؟ در بیروت لبنان. در بیروت لبنان. اوکی. الامیر للطباعه و نشر. در اینجا در صفحه 51 که این کتاب الفتن و المحن صفحه 51 بابی رو زده در اینجا. باب چی؟ باب 20 3 نقطه و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و فضل تبری منهم 3 نقطه. اگر شما باز لطف کنید من همینو باز از شاید چاپ های قبلیش باشه پیش من هست، اگر از آن لطف کنن اینم بهارالانوار دارالرضا اینو چاپ کرده دقیقاً در این چاپی که پیش من هست جلد 30 هست، دقیقاً همون صفحه کفر و ثلاثه کفر جای اون 3 نقطه کفر اومده. بله. مهرم که اینجا هست مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی است، مهر که اینجا دیده میشه رو هر صفحه زده. بله. من از اینترنت گرفتم. کفر و ثلاثه و نفاقهم و فضائح اعمالهم و قباح آثارهم و فضل التبری منهم و لعنهم. دقیقاً همون کفر و نفاق رفته نقطه چین کرده کسی ندونه جز خودشون بدونه. و هنوز می‌خواستم در رابطه با این یک مطلب نشون بدم. شما من چاپ ایران جدیدشون بازم بهار نشون میدم که تحریف شده. از اگر لطف کنن در بهارالانوار این چاپ جدیدشه. حالا سال 88 فکر کنم دقیقاً همینجا باب 20 آورده، اما هیچ عنوانی براش ذکر نکرده که این باب 20 منظورش چیه. در صورتی که در اینجا باب 20 کفر ثلاثه نفاق ثلاثه خالی همون آورده. بله. در این صفحه 252 در اینجا روایت را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میارن که در اینجا پیامبر بر قبر یکی از به اصطلاح منافقین ایستاد و عمر ایشون رو به اصطلاح منع کرد از این کار. بعد ایشون فرمودن که وای بر تو میدونی که من چی گفتم؟ من گفتم که خدایا قبر این رو پر از آتش بگردان و درون این رو پر از آتش بگردان و آتش رو بر او برسان. ببینید یعنی حتی اگر اینها اومدن و با مسلمان ها نماز جنازه هم خوندن، نماز جنازهشون به این شکل خواهد. نوشته فحش و ناسزا و لعنه. نمیان اونجا بر میت مسلمان ها طلب مغفرت بکنن، میان که اونجا چیکار بکنن؟ برای طلب عذاب بکنن. در صفحه 252 در اینجا هم همین مطلب در مورد صحابه ذکر شده. اینایی که من خط کشیدم همه اینها میگه که روزی که چهره های اینها در آتش دوزخ انداخته میشه فإنها کنایة عن الذين غصبوا آل محمد حقهم. ببینید اینا و کیا حق امیرالمومنین رو غصب کردن؟ ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه. در اینجا مثلا در این و حمل الانسان انه کان ظلوما جهولا هو ابوبکر، این آیه میگه در مورد ابوبکر نازل شده. و این آیه به اصطلاح قرآن کریم رو گفتن در مورد عمر و عثمان نازل شده. و در این مطلب
این آیات رو میگن که در مورد کی نازل شده، یعنی فلانن و فلان. در اینجا وقتی در کتاب اینا فلان و فلان ذکر میشه یعنی ابوبکر و عمر. و این مطالب که در اینجا هم هست در روایت دهم، اینا همه در اثبات این است که بنی امیه و ابوبکر و عمر و عثمان و غیره همه اینا کافر هستن و مستحق آتش دوزخ می باشن. ببینید در این صفحه، مثلا در صفحه 293 در دعا اینا همه گاهی اوقات اول و دوم و سوم ذکر میشه. در اینجا ببینید، در اینجا میگه که این کنایه های سگانه رو الاول ابی بکر و عمر و عثمان. در اینجا میگه که المراد بالکنیات ابا بکر و عمر و ابا عبیده و قالوا راجعا الى بنی امیه. گفتن مراد بعد میگه به بنی امیه. بله، در اینجا یعنی این اقرار از خودشون هست که این کنیه ها در مورد این اشخاص اومده. پس در دعایی که اینا لعن و نفرین میکنن اول و دوم و سوم میگن، مراد کی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان و غیره. در صفحه 295 همون باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان که در کتاب بهار الانوارشون هست، در اینجا ببینید در روایت 139 این کتاب جدید هست، چاپ جدیدی که تحریف کردن، ان المراد بفلان نقطه چین ای الجن المذکور فی الآیه نقطه چین، در آخر والعکس بان یکون المراد بفلان نقطه چین. متوجه شدید؟ درست، بله همون نقطه چین است، دقیقاً مثل همون چیز. من وقتی که به نسخه اصلی این کتاب مراجعه بکنیم، همون نسخه‌ای که شما در اختیار دارید، صفحه 270 کتاب الفتن و المحن باب 20 ان المراد بفلان عمر ای الجن المذکور فی الآیه عمر، همین نقطه چینا رو چیکار کردن؟ در چاپ جدید حذف کردن. و علی الاخیر یحتمل العکس بان یکون المراد بفلان کی؟ ابا بکر. در اونجا چی بود؟ نقطه چین بود. بله، ببینید این شیطانی که در این آیات ذکر شده مراد کی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه. روایاتی رو میاره بعد از 173 تا روایت میارم. در اینجا چی میگه؟ اقول، اینو مجلسی میگه. بعضی که روایات رو آورده، حالا میاد میخواد یک جنبندی کلی بکنه در مورد این روایات. میگه اقول الاخبار الداله علی نقطه چین ابوبکر و عمر و اضرابهما و صواب نقطه چین و البراءة منهم و ما يتزمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد. میگه کفر ابوبکر و بدعت هایی که اینا آوردن و یعنی ثواب لعنشون و براءت از آنها بیشتر از آن است که در یک جلد ما ذکر بکنیم، بلکه او فی مجلدات شتا، یا در چندین جلد این مطالب ذکر بشه. هنوزم کمه. شما مدرک که الان نشون دادین دوستان، همین مدرک من غیر تعریفشون نشون میدن. اگر ازم لطف کنن دقیقاً در چاپی که پیش من بود نشون بدن این جلد کتابه و اینم همون این زیارت بالا هست که اللهم خص اول انت الی آخر. پایین میاد که و زیارات مشحونة بامثال ذلك اقول الاخبار الداله على كفر ابي بكر و عمر و اضرابهما و ثواب لعنهم و البراءه منهم. بله دوستان، این سفر هم نشون بدن و اون سفر هم نشون بدن. ببینید دقیقاً در چاپ جدید اینجا نقطه چین گذاشتن و در چاپ قدیم ابوبکر و عمر ذکر. و عجیبه که جناب صادق چاپ جدیدی که گفتن سال 88 چاپ شده داخل اون فلان و فلان آورده به جای، اگر اون هم لطف کنن عزیزان دقیقاً بیان اینجاست. اقول الاخبار الداله على کفر فلان و فلان. در چاپی که پیش شما بود فلان و فلان اسمشون هست اما کفر نیست، اما اینجا کفر هست و فلان و فلان. در چاپ اصلی قدیمی کلا واضح است که تعریف نشده و چی هست.
بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و کلیپ را مشاهده کردین و روایاتی که در کتاب بهارالانوار آمده بود را دیدین درباره البته به قول خودشان اثبات کفر خلفای سگانه حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم. بحث ما البته پیرامون باورها و عقاید و دیدگاه های محسنی در ارتباط به صحابت که از خلفای راشدین آغاز کردیم و همچنان صحبت ها در این باب ادامه داره و محسنی میایه کتاب های فکر کنم روایاتی که در باب البته اونجا فکر کنم در کتاب کفرم ذکر نکرده، نقطه نقطه مانده که باب کفر یک نسخه نشان دادن، یک نسخه که پیش ما هم هست در اختیار ما قرار داره، در این کلمه کفر نقطه نقطه مانده، نقطه نقطه بله. اما نسخه دیگری که در کلیپ هم گذاشته شده بود، نسخه قدیمی تر بود، در اونجا کلمه کفر صریح نوشته شده و جناب محسنی همیشه نقطه چین گذاشته بسته بابا الباب 20 گفته که تقیه میکنه، نه به خاطری که مردمی که خبر ندارن بهارالانوار در اختیارشان نیست، دقیق نفهمن که اینجا کفری کی را ثابت میکنه. کفر کی. خب جناب دکتر در این باب در کتاب بهارالانوار جلد 30 در روایات 47 و 110 و 130 و 134 و 136 و 141 این روایات محسنی تایید میکنه و میخوایم بفهمیم که روایاتی که در کتاب بهارالانوار مجلسی آمده و ایره امی ارقامی که من ذکر کردم ایره که محسنی پذیرفته، این روایات چرا افاده میکنه، چرا میرسونه دقیقا؟ بله، قبلا به نمایش گذاشته شد، بینندگان عزیز دیدن که شماره های اونها را ما خواندیم برایشان که محسنی میگه که اگر در اینجا به احادیث روایات زیادی هست، بعضی از اونها معتبر هست و بسیاری از اونها غیر معتبر، اما در روایت معتبر همین شماره هایی که شما یاد آور شده زیر همین باب همین شماره ها میگه اینهایش معتبر هستند. خود در مجموع همگیشان کافی هستند برای به اثبات کفری یعنی خلفای راشدین که در این باب ذکر شده. حالا یک بار دیگر اگر قبل از که به چیز برویم به نمایش بگذارم، دوستان در اتاق کنترل اگر نمایش بتن. اینا اینجا میگه الباب، جناب دکتر کاش کتابتون بله، الباب 20 باب 20 باب 20 مجلد 30 که اینجا باز بچیز میگذاریم، میگه در 172 روایت هست و از جمله 47 و 110 و 130 و 134 و 136 و 141 چیز هستن معتبر هستن دیگر ایشان. خوب مجموعشان برای هدف مؤلف کافی هستن، برای اثبات هدف مؤلف. حالا می‌بینیم که الباب 20 که همه گیر نقطه گذاشته چی هست، در کلیپ هم بینندگان عزیز دیدن. خب این کتاب چی است؟ کتاب بهارالانوار است که حواله داده مجلسی در مشرعت بهارالانوار به این حواله داده و این مرجع داده. این نوشته شده. مشرعت بهارالانوار بررسی روایت های همین کتاب هست. بررسی روایات بهارالانوار. بله. حالا در بهارالانوار اینجا برنامه‌اش بگذارن بهارالانوار، درست؟ یعنی اینجا هم هست مجلد 29 و خب مجلد 29 و مجلد 30 باب 20 باب 20 که اینجا گذاشته چی هست؟ نقطه چین گذاشته، قسمی که قبلا به نمایش گذاشته شده بود، کفر الثلاثه و فضائحهم و فضائح اعمالهم و قبائح آثارهم و فضل التبری منهم. حالا شماره اول چند بود؟ شماره اول جناب دکتر 47
بله. حدیث اولی که در اینجا ذکر کرده حدیث لعنت بالای اینها هست. خب شماره 47 این شماره 47 که در این کتاب هست. شماره 47 رفیع جان نمایش بتین. جناب دکتر جلوی مانیتور درست شماره بله 47 اینجا. قال يؤتى يوم القيامة بله بإبليس لعنه الله مع مضل هذه الأمة. مضل هذه الأمة في زمامين غلظهما مثل جبل أحد فيسحبان على وجوههما فيسد بهما باب من أبواب النار. ابلیس را با گمراه کننده این امت. گمراه کننده امت هدفش کیست؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یک جا آورده می شود که در مطالب قبلیش بیان کرده و در کلیپ هم بیان شده بود که کیها را مراد میگوید. از خود بحار الانوار دوباره به او بر نمیگردیم چون بینندگان عزیز در کلیپ برایشان روشن شده بود. خب میگه یک دروازه از دروازه های دوزخ را با ابلیس و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چی میکنن؟ مسدود میکنن، میبندن، بسته میشود. این با یعنی همپایه با ابلیس جنایتکار در بسته بشریت بدید محسنی کی هست؟ بدید مجلسی و محسنی تصحیح کرد، گفته این معتبر هست. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. جناب دکتر اگر اجازه بتین فقط ما و بیننده های عزیز و گرامی مخصوصا و کسایی که علاقمند شنیدن سخنرانی های این مرد هستند و شیفته این مرد شدن در حالی که از حقیقت او بیخبرند و باور کنین بیننده های عزیز و گرامی که برخی ها که از اهل تحقیق هستند، از اهل دانش هستند، متاسفانه که تا حال هم از حقیقت این مرد آگاه نشدن. میگن شما آیا درست درباره این شخص تحقیق کردین؟ آیا این شخص یعنی باورش در ارتباط به خلفای راشدین باور منفی است؟ خب جناب برادر گرامی، جناب بیننده عزیز، ما وقتی اینجا حرف زده میشه، وقتی اینجا سخن گفته میشه درباره محسنی یا درباره عقاید محسنی، این را ما با ما اصطلاح عامی خود از شکم خود نکشیدیم یا جناب دکتری را از پیش خود نگفتن. این عقاید ازی، باورهای ازی و دیدگاههای ازی درباره صحابه کرام که نور چشم ما هستند، که به عدالت از اونها باور داریم. اونها کسایی بودن که در راه رسیدن دین و در راه اعلای کلمت الله جانهای شیرین خود فدا کردند. عقیده محسنی رو ببینید که درباره این صحابه و در رأسشان حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق که رمز عدالت هستند، درباره از اینا چی میگن؟ یعنی باور میکنین که بیاید رمز اهل سنت، رمز مسلمان ها را که حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق باشن هم پای ابلیس قرار بده و بگویه که ابلیس و حضرت گویا لا حول ولا قوت حضرت عمر فاروق میارن، اینها توسط از اینها چه میکنن؟ دروازه یا یکی از دروازه های جهنم مسدود میکنن و میبندن. ای کسی که تو فقط شیفته صحبت های به اصطلاح ادیبانه ای آدم هستی، از عقایدی ازی با مطلع شو. چی میکنه ادبیات ازی؟ پشت از ادبیات ازی چی میگرده؟ آیا ادبیات محسنی و شنیدن سخنهای عوام فریبانی از تو را وارد جنت میکنه، تو را داخل جنت میکنه؟ خب جناب دکتر بفرمایید. روایت دومی که نزد محسنی معتبر هست و برای افاده کافر بودن معاذ الله خلفای ثلاثه ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهما کافی هست، باور کرده قسم بیان صریح کتابش هست. خود تایید میکنه جناب دکتر از این بالاتر چه که میاد یک کسی که حضرت عمر گمراه ترین فرد
قرار میده و او را همپای ابلیس قرار میده، او روایت این تایید میکنه. بعد از این روایت شماره دوم چند؟ شماره 100 شماره 110 جناب 110. روایت شماره 110 از این قرار هست. ببینیم بینیدای عزیز گرامی که روایت اینجا 100 همون قسمی که گفته شد از خلال کتاب های خودشان عقایدشان را بررسی میکنیم و به خوانش میگیریم. شد 110. اینجا از ابو بصیر روایت میکنه با سند از ابو بصیر که كنت جالسا عند ابي عبدالله علیه السلام، من نزد ابو عبدالله نشسته بودم. یعنی امام جعفری صادق رحمه الله رحمتا واسعه. خوب میگی زنی آمد به نام ام خالد و راجع به از او پرسید که بله از او پرسید فاذا هي امر فسالته، چون مختصرتر برویم در خطیبه تا اینجا تفسیری او را بیان میکنم. فسالته عن فلان و فلان، از فلان و فلان کی میپرسه؟ زن، همین زن ام خالد از امام جعفر صادق درباره فلان و فلان پرسید میپرسه. خب فقال لها، برای او گفت که تولیهما، با اونا دوستی داشته باش. فقالت، زنکه گفت که فاقول لربی اذا لقیته انك امرتنی بولیعتهما، ما به پروردگارم وقتی که با او ملاقات کردم همین را بگویم که به دوستی از اونها مرا فرمان دادی؟ قال نعم، گفت بله. حالا نکته در اینجا نیست، نکته در بعد از قالت، همون زنکه گفت فان هذا الذي معك على القنفسه، این که بالای قالیچه پهلویتون نشسته هست کی بود؟ ابو بصیر راوی. بله. یأمرنی بالبراءة منهما، این مرا حکم میکنه که از اونها چی بکنم؟ براءت بجویم، یعنی دشمنی خود اعلان کنم. بله. و کثیر النوا یأمرنی بولایتهما، و کثیر النوا که دیگر شیعه ناقل از مرا حکم میکنه که ما با اونها را دوست داشته باشم. فایهما احب الیک، اینجا میخالد فهمید که اینجا موضوع تقیه در وسط هست. اینجا خواست که واضح بکنه فایهما احب الیک، کدام یکی از این دو نزد تو چی هست؟ دوست داشتنی تر است، یعنی پسندیده تر است. قال، گفت هذا والله و اصحابه احب الی من کثیر النوا و اصحابه، این قسم به الله این و یارانش نزد من محبوب تر هستند از کثیر نوا و اصحابش و یارانش. ابو بصیری که بر تنفسه بر قالنچه بالای پهلوی امام جعفر صادق نشسته بود، یعنی قول ابو بصیر تایید کردن. بله، قول ابو بصیر که نظر ابو بصیر بود ان هذا الذي معك على التنفسه یأمرنی بالبراءة منهما، از ابوبکر عمر باید چی بکنه؟ اعلان براءت بکنه. کثیر نوا چی میگفت؟ اونا رو دوست داشته باشه. بله. گفت کدامش محبوب تر است؟ گفت اینو یاران ابو بصیر، یارانش امین هایی که اعلان براءت لازم میدانن، حکمی براءت، یعنی اینجا نسبت میتن که گویا حضرت در اول تقیه کرده بود، اما اینجا سوال شکل آمد که واضح شد که این زن در حالی که حاشا و کلا که حضرت امام جعفر صادق این گونه باشه. بله. خب این هذا یخاصم فیقول، این ابو بصیر استدلال میکنه، مناقشه میکنه و میگوید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یعنی میگه که ابو بصیر گپش به نظر من محبوب تر است که گپش با دلیل هست. میگه کسی که با آنچه فرمان الله بود فیصله نکرد اونها کافر هستند. در آیت دوم از فاولئک هم الظالمون، در آیت دیگه فاولئک هم الفاسقون. پس میگه قولی از اینها چی است؟ معتبرتر هست. بله. فلما خرجت، میگه وقتی که این زن بیرون شد، قال، گفت انی خشیت ان تذهب فتخبر كثيرا النوا فتشهرني بالكوفه، من ترسیدم که این رفته کثیر نوا را خبر بده و در کوفه مرا مشهور بسازه که این نظرش چی است؟
درباره صحابه نظر منفی داره. درباره خلفای راشدین. اللهم انی الیک من کثیر النوى بریء فی الدنیا والآخرة. در دنیا و آخرت من از کثیر نوا که مردم میگوید که ابوبکر و عمر را دوست داشته باشن چی میکنم اعلانی گویا این حضرت امام جعفر گفته باشه. بله گویا او گفته باشه. معاذ الله که چنین چیزی حضرت امام جعفر صادق یعنی رحمه الله تعالی. این دومین روایتی که در اینجا محسن تصحیح کرده معتبر دانسته و برای کفر ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم دلیل کافی او را برشمرده. روایتی چی هست؟ لزوم اعلان براءت است که از خلفای راشدین، از خلفای راشدین، حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی الله تعالی. بله جالبی است که در کتابای تقیه‌ایش که به تقیه نوشته جنگ در تاریکی و در کتاب دیگرش همبستگی اسلامی، در اونها میگوید که کسی که روایت براءت چیز کرده یک چند تا روایت های از دروغ بافته ای از چیز گرفتگی هستن. تایید نمیکنه. بله از نه این توش میگه، اما در اینجا چی میگه؟ روایتی که در اون براءت است او چی میکنه؟ تصحیح میکنه. سومین روایتی که تصحیح کرده چی شماره چند است؟ شماره 130 جناب دکتر. اگر اجازه بدین من فقط خدمت بیننده‌های عزیز و گرامی را میرسونم که ان شما میتونین بعد از گذشت 10 دقیقه تلفن‌های برنامه زیرنویس میشه و در ارتباط به دیدگاه‌های محسنی در رابطه با صحابه چیزهایی که تا حال بیان شده اگر گفتنی دارین فقط در همین محدوده و در همین رابطه صحبت بکنین. صحبت هایی که خارج از موضوع باشه من قطع میکنم و از استقبال از اونا معذرت میخوام. خب جناب دکتر روایت شماره 130 که در باب کفر الثلاثه در کتاب بهار الانوار آمده و مورد تایید محسنی شیخ محسنی هست او را اشاره بکنیم. روایتی شماره 130 در اونجا هم به این هست که شب رسول الله صلی الله علیه و سلم به تأخیر حاضر شده بودن در مسجد. بله. و عمر زدن رفته دروازه را زد که دیر شده. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شده فرمود لیس لکم ان تؤذونی ولا تأمرونی انما علیکم ان تسمعوا و تطیعوا. برای شما حق نداره که مرا آزار بده. یعنی اینجا گویا میخواد ثابت کنه فرمان صادر کنه. گویا ثابت میکنه که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که مرا اذیت کرده، به من آزار رسانده و مرا فرمان داده. بله اینجا میخواد که اشاره بکنه به آیه قرآن کریم که ان الذين يؤذون رسول الله، کسایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزار میتن برای اونها عذاب دردناک در نظر گرفته شده. و این از کسایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آزار میرساندن کی بود؟ با گفته از اینا و با قول از اینا گویا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دوم در اینجا اشاره میگه که این برخلافی که واجبه از اون بود که از رسول الله اطاعت بکنه، رفته برای رسول الله چی میکنه؟ فرمان صادر میکنه. این برخلافی چیزش هست. و همچنین شماره بعدی که روایت بعدی 134 هست، در اونجا هم حدیثی درباره بغض عمر رضی الله تعالی عنه با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معاذ الله که عمر رضی الله تعالی عنه چنین چیزی در ارتباط با اهل بیت چنین موقف داشته باشن در حالی که با اهل بیت خویشاوند بودن. عجب است. و شماره بعدش چند بود؟ 136 جناب دکتر. 136 هم در همین صفحه 294 در نسخه ما هست. در اینجا ذکر میکنه حدیث تکفیر صریح عمر رضی الله تعالی عنه را. میگوه که عمار سباطی، جناب دکتر صفحه که شما میخواین نمایش بکنید درست جلوه صحیح شد؟ بگیریم. نه صحیح شد؟ بله میگو سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل. بله. ما از ابو عبدالله علیه السلام راجع به قول الله تعالی و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه. بله. راجع به تفسیری پرسیدم که در آیه چیز آمده که به انسان وقتی که آسیبی برسه با اخلاص از پروردگارش دعا میکنه. ثم اذا خوله نعمتان
نعمة منه. این تتمه همون آیت هست که در ذکر میکنه. پس وقتی که نعمتی از جانب پروردگار به او عطا شود، در اون صورت باز چی میکنه؟ نسی مکان یدعو الیه، دعای خدا فراموش میکنه و به کفران رو میاره. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. خب در آخر همین آیت چیز شده؟ قل تمتع بکفرک، برای از گفته میشه که تمتع بکفرک، با کفر خود مدت اندک مستفید شو از کفر خود. انک من اصحاب النار، تو از جمله اهل دوزخ هستی. تو از جمله کی هستی؟ دوزخیان و جهنمیان هستی. چی میگه که چی از این پرسیدم؟ میگه انه کان رسول الله صلی الله علیه و عنده ساحرا. این مطلب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و نزدش یک به عنوان یک ساحر بر عقیده داشت که یک ساحر هست. فاذا مسه الضر، یعنی السقم، وقتی که بیمار میشد، دعا ربه منیبا الیه، یعنی تائبا الیه من قوله فی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یقول. با پروردگارش میکرد، از او توبه کرده، رجوع میکرد و وقتی که عافیت پیدا میکرد، نسیت توبه الی الله مما کان یقول فی رسول الله صلی الله علیه و سلم انه ساحر. یعنی گویایی که این نسبت به حضرت عمر فاروق، که حضرت عمر فاروق به عنوان یک جادوگر بودند. نه بله، درباره رسول، یعنی به این اشاره میگه که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، یا که مطلبش یا عمر رضی الله تعالی عنه باشه، یا که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، غالبا عمر رضی الله تعالی عنه است. از میگه که او درباره ایمان نداشتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک جادوگر ساحر میشناختن. وقتی نیاز پیدا میشد، وقتی که نیاز پیدا میکرد، میامد رجوع میکرد که نه من یه عقیده دیگه ندارم و الان مرا شفا بده. باز که دوباره که شفایاب میشد، پس به همون عقیده خود که این پیغمبر نیست، یک جادوگر است، به امو برمیگشت. خب اینجا الله تعالی گفت که تمتع بکفرک، یعنی امرتک علی الناس بغیر حق من الله. مراد از کفر چی است؟ یعنی امارت و حکمرانیت بالای مردم بدون حقی از جانب الله و من رسول صلی الله علیه و سلم، این کفر تو هست. اولین نفر کی هست در اینجا؟ یعنی مصداق این فرموده پروردگار تطبیق میته یا مصداقش حضرت ابوبکر یا حضرت عمر میدانه رضی الله تعالی عنه و همچنان. یعنی وقتی که شما خلافت به قول اینها غصب کردین و امارت که حق حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود از او گرفتین، ادامه بتین چند روز در حکمرانی و در امارتتان و نهایتتان چی است؟ بله، ثم انک من اصحاب نار. در اخیر چی میگه؟ ثم قال، طولانی تر هست، در اخیر ثم قال ابو عبدالله هذا تأویله یا عمار. تفسیر این آیت همین چیزی هست که بیان شده ای عمار. این موضوعی خب جناب دکتر، خب بیننده های عزیز و گرامی، شما میتونین از این لحظه و بعد اگر گفتنی دارین، اگر پرسش دارین در ارتباط به مسائلی که طی بر جلسه گذشته و این جلسه بیان شد، با ما در میان بگذارین و به برنامه تماس بگیرین. خب روایت اخیرش روایت 141 بود. روایت اخیر هم روایتی هست در این که یکی از آیات های قرآن کریم که در سوره نساء آیه 108 الله تبارک و تعالی راجع به منافقین میگوید. بله. راجع به چی؟ منافقین. راجع به منافقین میگوید که اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. آیت از اونجا چیزا بخونم. میگه که چی از جناب دکتر آیت گفتین؟ آیت هست یستخفون من الناس، بله، ولا یستخفون من الله. اولی آیت شروع میشه و میگه اولی مطلب ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا
اثیما. مجادله نکو از جانب کسانی که استدلال و مناقشه نکو از جانب کسانی که بر نفس خود خیانت میکنن. بیشک الله تعالی سوره نساء آیه 107 و 108 ان الله 108 شروع میشه. خب قبلش شما گفتید ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما. یقینا الله تعالی کسی که خیانتگر و گناهگار باشه او را دوست نداره. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. از مردم بی ایمانی خود پنهان میکنن و از الله پنهان کرده نمیتوانند. چی میخواید اینجا جناب دکتر؟ حالا با او رجوع میکنم. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. و الله تعالی همراه از آنها هست زمانی که یبیتون در شب هنگام فیصله میکنن، مشوره میکنن در جریان شب. ما لا یرضى من القول، آن سخنهایی را که چی میکنن نمیپسنده. الله مورد رضای الله تبارک و تعالی نیست. و کان الله بما یعملون محیطا. و الله تبارک و تعالی با آنچه که میکنن احاطه کننده هست. یعنی از الله تعالی پوشیده و مخفی نیست. بله. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا. در اینجا میگه که اینها چیز هستن راجع به منافقین و جریان نفاقی از اونها. حالا در تفسیر این پرسان میکنه، میگه سمعت ابا الحسن علیه السلام. بله. رفیق جان نمایش بده کتابی که جناب دکتر بله اینجا 141. بله. عن سليمان الجعفري قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول. از ابو الحسن که امام رضا علیه السلام است. خب از ابو الحسن برین. بله از ابو الحسن شنیدم که میگه فی قول الله تعالی، در تفسیر قول الله تبارک و تعالی، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. زمانی که در شب تصمیم میگرفتن، تصمیمی که مورد پسند الله تبارک و تعالی نیست. یعنی فلانا و فلانا و ابا عبیده ابن الجراح. یعنی فلان و فلان ابا عبیده ابن، یعنی 3 نفر جراح، 3 نفر. اصلا ایر محسنی هم در چیزش بحث میکنه. قبل از این بابی داره در بحار الانوار هست پیشتون جناب دکتر اگر رو نشان بده. در این نسخه نمیدانم چیز باشه. در اینجا مطلب از او را ذکر میکنه با عنوان اصحاب العقده. هنا با او اشاره میکنه در اینجا آقای محسنی. راجع به بیعت امیر المؤمنین و ما يتعلق بحرب البصره و درست کنیم. بله. صفین در جلد 32 هست. اینجا مسائل را از جمله ذکر میکنه و از جمله میگه سواء صح قصة هؤلاء الخمسة أصحاب العقدة في حجة الوداع بمكة في المواضعة والمعاقدة أم لم تصح. در جلد 32 که شاید پیش ما باشه با برمیگردیم. خب این اصحاب عقده هست. میگه که نظر شما را تشریح بکنم تا یکی بینندگان عزیز چیز بکنم. میگه زمانی که در حجة الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم تنصیص کرد که علی تعیین کرد بله به قول خودش و به نص و متنی که 5 نفر، در بعضی روایت میگه که 7 نفر. این چند بار تکرار میکنه. اینها که در جملهشان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه است، ابو بکر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله عنه و دیگرهایی که بودن. اینها مشوره کردند که ما نمیگذاریم که کسی از خاندان پیغمبر بعد از او در حکومت برسه، به حاکمیت برسه. این از اصحاب عقده. و در این روایت هم خود در اینجا میگه سواء صحت
صحت قصة هؤلاء الخمسة أصحاب العقدة في حجة الوداع بمكة في المواضعة والمع أم لم تصح. در اینجا گویا بیننده را چیز میکنه که شاید نظر محسنی امی باشه که این داستانه بقدر برش باور نداره. بله، اما در اینجا در این صفحه 44 همین کتاب است در صحه و لم تصح. در صفحه که اینجا بود صفحه 37 صفحه 37 نمایش بده رفیق. بله، شماره 141 که در اونجا روایت معتبر به شمار آورده بود همین روایت بود که اصحاب عقده کی را معرفی میکنه؟ حضرت ابوبکر و عمر و بله، و حضرت اونها را منافق میخوانه. بله، اصحاب عقده منافق. و او روایت نزد محسنی چی است؟ معتبر است. معتبر هست. و اما اینجا در اون میگه تلبیس بکنه. بله، چون در اینجا با موضوع مباشر مرتبط هست، در اونجا فکر میکنه که شاید تنها شیعه مراجعه کنه و روایت بخونه، سنی متوجه نشوه که اینجا کی را منافق گفته در این روایت یا چیز بحار الانوار که جا رفته میخونه و مراجعه میکنه و چهره معتدلش بین مردم حفظ بکنه. بله، باعث یک واعظ و یک ادیب و یک فیلسوف. بله، این چندین جای این مطلبه اسم میکنه. شاید که همون مجلد 30 چند بود؟ مجلد 37 31 32 بلکه. خب مجلد 32 که چیز کرده بود جلد 32. رفیق جان اگر نمایش بده کتاب دکتره. بحار معلوم است جناب بله. دکتر شماره مجلد، فقط شما نقطه که میخواین او رو نشان بدین. در این مجلد بابی اول، باب دوم، شماره 64. چون مجلد فرق میکنه از نسخه، یعنی نسخه ورقی است. بله خب بله، نمایش فرق میکنه. صفحه همراه صفحه که حواله داده محسنی صفحه فرق میکنه، جلد فرق نمیکنه. چون چیزی که محسنی حواله داده هر جلد جداگانه صفحه بندی شده و نسخه که پیش ما هست 2 مجلد یک جا هست، تسلسلشان تا به اخیر رقمی هست. الجزء الثاني والثلاثون که در اینجا ذکر میکنه، جزء 32 ابواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب وغيرها، باب بيعة امير المؤمنين عليه السلام وما جرى بعدها من نكث الناكثين الى غزوة الجمل. یعنی راجع به بیعت امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه و جریان هایی که عهد شکنی که از بعضی ها صورت گرفت تا به جریان غزوه جمل. خب برین روی اصل مطلب. بله، در ای باب در ای باب چیزهایی را مطالب به اصلی بیعت با علی رضی الله تعالی عنه بیان میکنه. خب میشه خلاصش جناب دکتر بگین چون وقت ما هم کم است. خب جناب دکتر اگر اجازه بدیم، به اجازه شما و به اجازه بیننده‌های عزیز و گرامی، کلیپ شماره 8 رفیق جان اگر نمایش بده، بعدش برمیگردیم و انشاءالله موضوع را دنبال میکنیم. کلیپ شماره 8.
کتابی که آقای ابن طاووسشون نوشته، طرف من الانباء والمناقب، در اینجا میاد میگه که وقد اتفقت روایات اهل البيت و سیرتهم فی ادیتهم على لعن 3 من تابعهم و شایعهم. میگه که اتفاق داره روایات اهل بیت و سیرتشون و دعایی که از اونها نقل شده بر لعن نمودن 3 شخص و کسانی که اونها رو متابعت کردن و از اونها پیروی کردن. و همچنین از ابا عبدالله روایت کردن که این شخص ابا عبدالله علیه السلام که تهمت میبندند، درست، هو یلعن فی دبر کل صلاة مکتوبه 4 من الرجال و 4 من النساء. بعد از هر نماز 4 مرد و 4 زن رو چیکار میکنه؟ لعن میکنه. التیمی و العدوی و معاویه و فلانه و فلانه و هند و ام مکتوم. اینجا فلانه و فلانه طبعا منظور عایشه و حفصه است و تمیمی که ابوبکر صدیق است و العدوی که عمر فاروق است و عثمان و معاویه. درست. بعد اینو مصادرش ذکر میکنه، میگه به اینجا مراجعه بکنید. در اینجا تعریف میکنه از علامه مجلسیشون که میگه که و علامه مجلسی در بهارالانوار در جلد 8، حالا در اون زمان جلد 8 بوده، چاپ سنگیش بله، در باب کفر ثلاثه و نفاقیم و فضای اعمالهم این مطالب رو گفته کاملا آورده. شما همینجا خب بینندگان عزیز و گرامی، سلام مجدد خدمت همه شما. دیدین کلیپ که اینها چقدر حق دارن و چقدر بغض دارن نسبت به خلفای راشدین، نسبت به حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم، و حتی بغض دارن نسبت به حضرت علی، اما فقط این یک سپری است برای حمایت از خودشان، حب حضرت علی و آل بیت، که آل بیت هم هدفشان همون آل بیت کسراست، نه آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، که در جمله آل بیت بخوایم نخوایم حضرات امهات مؤمنین رضی الله تعالی عنهن حتما شامل هستند و لا محال است. خب صحبت در ارتباط به روایاتی بود که در کتاب بهارالانوار ذکر شده بود و از جمله چند روایتی که در رابطه به بغض و کینه و تکفیر صحابه مخصوصا خلفای راشدین آمده بود و جناب دکتر به روایات 47 و 110 و 130 و 134 و 136 و 141 که در باب کفر ثلاثه در کتاب بهارالانوار آمده بود و مورد تایید محسنی آصف محسنی است و تصحیح کرده و صحت از او را معتبر دانسته در ارتباط بود و به روایت آخر رسیدیم جناب دکتر که روایت 41 بود و شما میخواستین چیزی را از کتاب بهارالانوار نقطه را بهش اشاره بکنین و نشان بدین. بفرمایید جناب. بله، در کتاب بهارالانوار جزء 10 بله اینجا روایت میکنه که ضمن استدلال علی رضی الله تعالی عنه برای خلافت خود، بله، میگه زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه تعیین شد و بعد ان افضل الامر الى ابی بکر بصوت یسمعه اهل المسجد الا هلك اهل العقده. بله ادامه بدین. الا هلك اهل العقده. اهل عقده که کی در اینجا اشاره کرده بود محسنی در اینجا، الا هلاک شدن اهل عقده. والله ما اسى عليهم انما اسى على من يضلون من الناس. ما به اونها تاسف نمیکنم، لیکن تاسف به کی دارم؟ به کسایی که مردمی که اونها گمراه میکنن. فقیل له یا صاحب رسول الله، برای او گفته شد ای صاحب رسول الله
این کی هستن؟ اینهایی که من هؤلاء اهل العقده و ما عقدتهم. این اهل عقده چه کسانی هستن و عقده اونها چی هست؟ پیمانی که اونها بستن چی هست؟ فقال قوم تعاقدوا بینهم این مات رسول الله صلی الله علیه و سلم. قومی هستند که میان هم پیمان بستند که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد لم یورثوا احدا من اهل بیته، هیچ یکی از اهل بیتشون یعنی میراث نبره و به حکمرانی نرسه و حاکم نشه، نمیگذارن که به حکمرانی برسه. ولم یولوهم مقامه، و مقام او را به هیچ یک از اونها نخواهند داد. اما والله لئن عشت الى یوم الجمعه لاقومن فیهم مقاما ابین للناس امرهم. بعد از میگه فما اتت علیه الجمعه حتی که وفات کرد. این اینجا اهل عقده میگه اگر زنده بودم، بله اگر زنده می بودم حتی تا هفته آینده، بله در ملأ عام به مردم این مطلبه بیان میکنم و میرسانم. اما پیش از اینکه به چیز برسه او وفات کرد. یعنی و ایره در جاهای دیگری در جلد 28 و در دیگر جلدها هم تکرار میکنه. در و راویی که به اون نسبت میتن ایره کی است از جمله صحابه؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه و از دیگر اصحاب هم حکایتش میکنه. یعنی داستانی که بود مربوط به کی ذکر میکنه؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه همچنین در جلد 28 صفحه 117 هم همون چیز دوباره تکرار کردن. بله. از ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه که این چیزه ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه عین همون عبارت است که قبلا خواندیم و ترجمه کردیم. یعنی اصحاب عقده که در اینجا ذکر کرده و در اونجا روایت تصحیح کرده که اونها همون منافقینی که آیه که در زمین منافقین و پیمان سری منافقین در برخلاف من الناس ولا يستخفون من الله اذ يبيتون ما لا يرضى منهم وهم يبيتون ما لا يرضى من القول. همون مشوره شب هنگامی از اونها برخلاف فرمان، برخلاف حکم الهی چی بود؟ او افراد میگه که ابوبکر و عمر و عثمان و ابو عبیده و اونها هستن و مشورهشان هم راجبه به ای که نگذارند که کسی بعد از پیامبر صلی الله علیه و از خاندانش و از آلش به حکومت به خلافت برسه. بله. و این در جاهای متعدد بحار الانوار تکرار می شود و در تفسیر قمی و دیگر چیزهایی در عمومی چیزهایشان در تفسیر این آیت را تکرار میکنن. بله. پس یعنی اگر در تاریخ فقه جعفری مثلا همین روایت یکی هست در کتاب‌های متعدده و را تکرار میکنم. مثلا تاریخ فقه جعفری بله و مجازات نبوی از شریف رازی، در دیگر کتاب‌هایی که هم یعنی کتاب المسترشد از المسترشد از محمد ابن جریر طبری. البته ما یک محمد ابن جریر مفسر داریم، یک محمد ابن جریر ابن رستم طبری از علمای قرنی چهار چیز است که همین مطلب را در جلد اول صفحه 178 یادآور می‌شود. خب جناب دکتر، پس از اینکه شما روایات بررسی کردین و به این روایات پرداختین، روایاتی که در کتاب بحار الانوار ذکر شده بود نسبت به تکفیر صحابه و از طرف شیخ محسنی آصف محسنی مورد تایید و تصحیح قرار گرفت. حالا میخوایم بدونیم که در برخی کتاب‌های دیگری ای آدم مثلا کتاب جنگ در تاریکی، اما کتاب در صفحه 23 و 24 از این کتاب جناب دکتر میگه که شیعه خلافت خلفای راشدین انکار نمیکنه و همچنین باز میبینیم که میگه در صفحه جنگ، باز هم در صفحه 8 جنگ در تاریکی توهین صحابه و اهل بیت کار غالی ها و ناصبی ها میدانه. من نمیدانم که آیا این خودش چی تعریفی داره از غالی و ناصبی
یا چرا دائم درصد است که تلبیس بکنه و عوام فریبی بکنه و مردم فریبی بکنه؟ جالب همین جا هست که برای چیز بکنم که میگه عمر رضی الله تعالی عنه و عایشه رضی الله عنهما را در همین کتاب بحار الانوار جلد دوم صفحه تقریبا 413 مطلب چیزی هست، در اونجا میگه که مطلب از اونجا شروع میشه و در اونجا بیان میکنه که کسایی که در خلافی که اما جناب دکتر اگر من فقط این نقطه مهمه میخواستم شما اگه اشاره بکنین که شیعه خلافت خلفای راشدین این کار نمیکنن، خب او باز تعویل میکنن اون قسمی که گفتیم، اما ای که توهین صحابه و اهل بیت کار غالی ها و ناصبند، ای هم در کتابش فکر کنم در کتاب جنگ در صفحه 8 ذکر شده. بله در اگر امور یک نمایش بتین صفحه 8 کتاب، البته ملحقش فکر کنم ملحق چیز. بله چی میگه در اون صفحه؟ آنچه موجب نزاع و دوری میگردد این است که هر طرف و مقدسات طرف دیگر بی‌ادبی و بدزبانی کنند و این کار که ما قبلا آن را با غالی ها و ناصبی ها نسبت دادیم. یعنی خودش اینجا ما دیدیم که توهین میکنه به صحابه و به خلفای راشدین. بله. اگر جناب دکتر فقط صفحه 20 امی کتاب باز کنین که میگه شیعیان نباید به خلفای راشدین توهین کنن، این کتاب صفحه 20ش در ابتدای کتاب. بله در ابتدای کتاب صفحه، چون این کتاب فکر کنم ملحق داره. بله. خب اینجا با چیز میگه که سنیان نباید به اهل بیت پیامبر و ائمه 12 و شیعیان مثلا بی‌مهری نشان دهند. بله. و درباره شیعیان هم چیز داره در از او که میگه شیعیان نباید بله به خلفای راشدین بدگویی کنند و همچنین فکر کنم سبم تحریم میکنن. بله در چیزی دیگری در که یکی از آثار این بدگویی رواج کینه و عداوت بین مسلمانان است و مداخله بیگانگان نگارنده، یعنی خودش میگه دشنام دادن به خلفای راشدین را در اینجا برای همه شیعیان حرام اعلان میکنن. خب اگر اجازه بدین دشنام دادن را میگه، دشنام دادن را چی میکنه؟ حرام اعلان میکنه. حرام میدونه. ببینید عزیز و گرامی، ای کسی که شیفته محسنی هستی، در کتاب جنگ در تاریکی گفتیم که سب صحابه را، سب خلفای راشدین چه میکنه؟ تحریم میکنه، حرام اعلام میکنه. نباید شما مقدسات یک دیگر توهین بکنین. این حرفایی است که البته در جمع عمومی میزنه به خاطر فریب دادن عموم مردم و به خاطر یافتن جایگاه سیاسی. اما در کتابش که ما قبلا هم نشان دادم، باز هم جالب است که یک بار دیگه هم ایره نشان بدیم. رفیع جان اگر میشه در صفحه لابتوب این کتاب چیز است، کتاب صراط الحق محسنی جلد 3 صفحه 197 جلد 3 کتاب محسنی صفحه 197 که اینجا میگه که و اما قبلا در ابتدای برنامه هم اشاره و اما اشخاص المتخلفون فکثیر و بینهم اکابر الاصحاب ولست اذکرهم، که من اونها را ذکر نمی کنم زیرا معروف هستن، مشهور هستن. اونجا داد میزنه که به اینها احترام قائل شوین و تحریم سب اینها را میکنه. اما اینجا میگه که فیا اخی این الملعون من العادل و این المرتد من المسلم، ملعون کجا و عادل کجا؟ که ما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را به حیث رمز عدالت میشناسیم و این المرتد من المسلم که هدفش حضرت ابوبکر صدیق است که با گفته ازی تخلف ورزید و اینجا هم تلبیس میکنه، چون حضرت وقت سپاه و لشکر حضرت اسامه و دستور رسول الله صلی الله علیه و آله میخواست حرکت کنه، در جمع در زیر پرچم سپاه اسامه اکابر صحابه جمله ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم حضور داشتن. اما بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله وفات میکنن
و حضرت ابوبکر صدیق به حیث خلیفه به ایشان بیعت میشه، ایشان به اجازه حضرت اسامه ابن زید در کنار خودشان به حیث مشاور حضرت عمر فاروق نگاه میکنن. اما این انسان چی بگم، یعنی هر چی بگم کم از در حق ازی میای تلبیس میکنه و میگه که اینها تخلف ورزیدن از ارتش و بالاخره حضرت ابوبکر صدیق به مرتد و حضرت عمر فاروق به مرتد و به ملعون تشمیم میده. اشاره به همین که مرتد چند نفر از جمله صحابه میدانه ای آدم. در همین مشرع بحار الانوار جلد دوم صفحه 26 خیلی کوتاه جناب دکتر که ما مختصر انجازی میکنه که بعض الروايات المعتبره الوارده في ارتداد الناس الا ثلاثه، یعنی روایت را نقد میکنه که در او آمده که 12 نفر بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ماندن به تایید علی رضی الله تعالی عنه. میگه نه، روایت معتبر نزد ما این است که همه مردم مرتد شدن جز 3 نفر. خب اینجا خود واضح هست تناقض، یک جای یک حرف میزنه یک جای یک حرف. این در کتاب جنگ در تاریکی، یعنی چی فرق است بین سنی و شیعه؟ در اونجا میگه ما احترام داریم، باید احترام گذاشته شوه، باید به صحابه توهین نشوه و تحریم میکنه سب صحابه و سب خلفای راشدین. و در اینجا در کتابش صراط الحق کتاب عربی جلد 3 صفحه 197 بینید، میتونن مراجعه بکنن. مشرعة بحار الانوار هم جلد 2 صفحه 26 و همچنان صفحه 32 که همین مطلب تکرار میکنه که علی اگر 3 نفر یا 5 نفر بیشتر میداشت خلافت از دست کی میگرفت. چند جا تکرار میکنه که یعنی بعد دیدگاه محسنی تنها کسایی صحابه که ملعون نیستن و مرتد نشده بودن تعدادشان چند است؟ 5 تا یا 3 تا اصل معتبر هست، 5 تا چیز نهایتش کسایی که بعد دوباره چون عمار و یاسر دیگر، عمار ابن یاسر رضی الله عنه و دیگرها که بعد از خلافت خلفا باز در وقت خلافت علی رضی الله تعالی عنه به او بیعت کردن، رجوع کردن، اونها هم مسلمان شدن. عمار و بلال هدف شد باشه، عمار و دیگرهای اونها میشون تعدادشون به 12 و به قدرها میرسه در جمله تمام صحابه از دید و این عقیده و باور محسنی است. خب جناب دکتر شاید توهین نباشه از دیدگاه محسنی مرتد گفتن و کافر گفتن و ملعون گفتن و شاید جناب دکتر بسیار معذرت میخوام وقتی برنامه به پایان رسید. من از شما در پایان برنامه جهان سپاس و امتنان دارم که باز هم در این برنامه سلسله برنامه‌های قلب آسیا با ما حضور داشتین و پیرامون عنوان بزرگی که اختیار کردیم، عنوان چهره‌های پشت نقاب، باز هم به گوشه از عقیده و باورهای آیت الله محسنی یا شیخ محسنی یا همون و به تعبیر شما پاپ افغانستان یا پاپ کابل که اشاره میکنین، به گوشه از عقاید و باورهای از این اشاره کردیم و امیدوار هستیم که بیننده های عزیز و گرامی و مخصوصا کسانی که تا حال به حقیقت آدم پی نبرده بودن و از حقایقی که در میان صفحات و بطون کتاب های مختلف این مرد وجود داره، مخصوصا کتاب صراط الحق و مشرع بحار الانوار و کتاب های دیگرش وجود داره، از این آگاه نبودن، حالا مطلع شوند، مطالعه بکنن، تحقیق بکنن در ارتباط به این آدم و حقیقت از این را بشناسن تا بار دیگر فریب از این را نخورن و شیفته سخنای شیرین و منافق گونه ای نشوند. خب عزیزان گرامی، تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.